خیلی‌ها وقتی سرما میخورن و تب میکنن سریع میرن سراغ آنتی بیوتیکا و این یه باور کاملا اشتباهه. بیا تا طبق این مقاله بررسیش کنیم. بیشتر تب‌ها به خاطر ویروسن نه باکتری و اصلا برخلاف باور خیلی‌ها آنتی بیوتیک تأثیری روی ویروس نمیذاره و تنها مصرف بی‌رویه و خودسرانه‌اش باعث مقاومت باکتریه میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی طرف دوباره به این باکتری مبتلا میشه آنتی بیوتیک اثری روی باکتری نمیذاره و درمان کامل نمیشه. حالا راهکار چیه؟ یا آنتی بیوتیک رو مصرف نکن یا وقتی مصرف میکنی طبق دستور پزشک باشه، چون پزشک میتونه تعیین کنه بر اساس علائم که عفونت ویروسی بوده یا باکتریایی بوده. حالا برای درمان تب و سرماخوردگی چیکار کنیم؟ طبق این مقاله باید به مقدار کافی استراحت کنی و به مقدار کافی مایعات مصرف کنی و برای سایر علائم مثل تب و گلو درد درمان کاملا علامتیه. یعنی چی؟ یعنی برای پایین آوردن تب میتونیم از قرصایی مثل استامینوفن و برای گلو درد از شربتایی مثل اکسپکتورانت که بدون نسخه هم میتونیم تهیه‌اش کنیم استفاده کنیم.